سلام. معروفترین مونشاین ایرانی عرق سگی است که حدود 50 سال پیش توسط میکده قزوین تولید میشد. تو شیشه هایی که عکس سگ شکاری هم روشون بود و درجه اتانولش بین 45 تا 55% بود که بهش میگفتن عرق سگی. بعد از انقلاب چون مردم دیگه خودشون سعی کردن تو خونه عرق درست بکنن، اینجا مشکل ایجاد شد، چون که میوه هایی که ازشون ایجاد شد، خرما مثلا، کشمش و اینا، هسته هایی داشتن که خودشون الکل چوب ایجاد میکرد. متانول یا الکل چوب به شدت سمیه، تو دمای 66 درجه تقطیر میشه، در صورتی که اتانول توی 78.37 درجه تقطیر میشه. بنابراین اولین الکلی که میومد بیرون موقع تقطیر متانول بود. حالا اون عرقخورای حرفه‌ای میمودن 2 تا لیوانش میریختن بیرون، بقیه‌اش مصرف میکردن. ولی الان چنین چیزی نیست و خیلی اوقات میبینیم متانول قاطی اون عرق سگیشون هست. حالا متانول چه کار میکنه؟ تو بدن بر اثر آنزیم الکل دهیدروژناز تبدیل میشه به فرمالدهید، بعد اسید فرمیک روی اسید اپتیک اثر میکنه و میتونه 3 تا 4 قاشقش حتی کوری برای ما ایجاد کنه. تو جلسه بعدی فرق مسمومیت با اتانول و متانول رو از نظر بالینی براتون میگم.